دوستان اگر اینجا هم بخوام براتون یه نمو بگیرم، این از اینجا، این حساب بالاشه، این جفت راهنما از حالت جلو، بعد اینم که مانیتورشه. نگاه کنین همه تنظیمات اینجا هستش. اینجا مای موتور اپلیکیشنشه. بعد با این دکمه کنترل میشه، دکمه ست با این کنترل میشه. اینجا باید اینو نگه داریم چند ثانیه، برداریم، دوباره نگه داریم، اگزیت میکنیم. بعد اینجا بنزینشو مینویسه، رادیاتشو مینویسه. بله دیگه اینجا هم نوشته، نگاه کنین فول مود، این اسلیم موده، یعنی یه حالت ملو داره. این الان رو فول موده، یعنی رو حالت اسپورتشه، از تمام قدرتش استفاده میکنه. ولی این نه، این رو حالت اسلیم مودشه. امیدوارم ویدیو خوبی شده باشه. اینم شورت میکنم.